گیلک جور بدیدم گیلک دیگه کل برابرش سن گیلک جو نه جان جوره خیریاته یا راستی جان جوره سلامت باشی گیلک باور بکو برار که میتونیم تمام جون ما هم نگیدارده همین ترسم که به کل انگار که میگه خیلی میکنم اکسرا لط خوردم یه خدمتی برار که میکنی چه کار بلند گوزه چریت چوپی برار من خمارم خماری؟ با خماری میفهمی یا نه من خمارم خدای پاک هیچ کس نشون نده بعد دردی اگه درد به سر تو نمیدی مگر آره 4 تا لافتم بالا خوب نختی تریاکا سگو گیلک اول گپ ازی بزن پول داری خودی خیانه داری نه همال نه سگو گیلک اشته گوشی به تو میدم اگه در یک پنسری به من بده که با خدا میتونیم این گوشیه چیه دیونه سگو عکس خورمالی با بالی میبینی نگاه کو سگو داری؟ بله سگو کو عکس کمال بگی عکس تو تو خیلی پیش نیا سگو کساس عکس لوکسی آورد کو اونه سرقی مکلم خماره نمیفهم تو که چشماتو کار میکنی تا کله خو پیش میبری چی میبینه نیه خب از که منیه تو نمیبینه چشماتو دید نمیده روز خیلی غم نداره گیلا باور بکو که میتو خمار نیم که چی بگم اگه یک پنسری داری یعنی میگوشیر میدم تو میدم برار خوب بگم هر وعده با نمیستی با بس بده با خود من خوبه به این روزه تیر شده به 500 داشتم خبر نداری چندی خرج کردم گردن همه بند بشه همه ماما عبوس کرده دستا اینا الد پس انداخت دستا ماما خوب همه قوما خوب کاکا خود بوس کردم آخری همه به هم جمع که بکردم دمه که داخل جمع کردم 60 پیش شدی بید گیلا گاو سیزی گپو نشو الا کو دست هر کسی بوس کردی با ما کاری نی اول گپ پازی بزن که پول بولی به کیسی تو نیه مثل که قبض برق ببری یا قبض او ببری تعمیر کنی به پیستونی که 500 به من بدی باور کو خمارو که برو بخوای چند تا دونگی بخرو کم سر ما بال بیای این به 500 به من میرفیشی ها دیگه پس چی میگم با تو ندارم برم به 500 پول ندارم به شما پس می قبض برق خور از کجا میاری میبری نه ماده خب زاد بیامو خب زد بیامد بار روزی که بیامد میام ایره از تو میخرم با تا اون روز دیگه ما برم از این دنیا که میرم راحت کار کنم که تا یک روز قبض برق بیاد تو بگم اصلا امول برو نفتا کنه بری تو برای قبض دادن خب بفهم ما نفتا کنه بریم و شیشگی تریکی هم خب نباشم سگو گیلک جو خیر غم نداره لکن که پول نداری یک کاره بگو میکنی برو آرامه برو پیش ماما شاگل سقی به خاطر از او قرض دارم حالا اگه ما برم به پیش شیر بودم همه که به جمع پولا حساب میکنه بفهمیدی امیر ببر با ماما شاگل دو تا دونگی بس تو دیگه پولای رم پس بس تو بازاری پیر بری بپوش میخرم بازاری خود چنده به من کاسب شه خود تو برو بپوش اگه دونگیار بیار باز ما با تو میدم دل جمع با نگی کاسکینه کی به جمع پولا خوبر میدارم من پول بری نه حالا اسک ما به داخل از باشه که میگه اسکتونه بگو از خود منه بگیر میپوشم دو تا دونگی هم بس تو دیگه پولی رم پس بس تو خود با کیسه خوبی نگو من نیلیلایه بابا اگه بگی از تو مستونه برار خور بگردم دیگه این تو نگو بگو از من این ما این بپوشم خلاص نیلیلا ما چه پیش تو مثل کن جون ما آتش میفته خیره بلکه بخیر تام موتور چی مثل میبری برو زنده بش برو گیلک سکو ما به تا بخچه کنه میگه گذر درخت شیشته منتظر تو دیگه با تا منطقه به دستتون نباشه که کی تور ببینه به زیر دیواله ها یا از این بابا بفهمی خوبه باز زودی بیا یک با تو یک پینجه یا میدو گیلا تو به خدا ها دیگه زودی بیای به شرطی که بابا کمی تنی میته گانسون بخ خوبه هوای رتی هوا بر تو میگیرم چرخ خیتی هوایی من درگیری از آهی من کجا بخیر؟ بله کجا میری؟ میرم میرم ای بر بیا تدگیلا نیلیلا همسای من گفت برو چیز کن بابایل انا بده به ما مشاگل به من دونگی بگیرک انا به تو پینجه هم میدم خودی نیلیلا معتاد سرکار داری گیلا؟ نه سرکار نیه خواه دیگه کمه دیشتا موبایله ایتا خراب میکنه تو بده دست نمه آنه تو عمر خود موبایل دیدی خراب میکنه ای با تو داده که چکار کو عکس تو گبالیو نگیلا از کمل بگیری گفته اگه خاطر معزو غرزدارم گفته انا ای تو که باشه میگی نیه گفته ببر به من دونگی بخواه شیشه و تریاک
تیر اسب اجل بخوری گیلک. خدی همو کریستالی و شیشگی تنقه تو رو رنگ خو میکنه. آخری جورم داره شد امیر بجنده باشه اجامایی. بشون به چی میفهم دیونی امه؟ اصلا هیچی فکر کنم دست تو گوشی نداره. با تو پول بده دمی بری مواد بخری بیایی به پیشی میگه بیا خودی من کشخان کشیدی دیگه وقتا موشیاری هوته ها ایت هوشیار ایت دیونی هوته هوشیار میفهم کادام میره نگاه مگر مشخلال جمع کنی من جمع نمیکنم مشخلال اگه بکشم اکیلا نورالله بزن خود خوب بدبخت تصرف کرد روزگار خود سیا کرد معتاد کرد بی‌اعتبار شد بی‌عزت شد تو رو هم رنگ خود میکنه خودی از این نگه باشم تینجری پیمده برو من حال ما خودی رو گپ میزنم برو خدا میدونی این کجا پچونده آخه این گوشی از اون آخه گوشی بده دیگه یا کجا خوابید برو گیلا برو نسکر برو ما میرو خودی نورالله گپ میزنم برو تو را خیلی برو هم رنگ خود خاکت موتاری خاکت خیابونی خوشیدی پول ندارم حالا ما برو گفتک برو گوشی بخر دونگی دیگر عمل بگیر از ریخ بستو اصلا فکر نکن که به دست تو نورالله داده برو برای کار خوب برو سلامتی شکر گویا بخیر میرم تا جای چره سکو برار من تو یک چیزی میگم خوب بگو خوب گوشا خواب کن جلو می برار خود نورالله بگیر همی بچه همی قلر آخری بد فلا میکنه آخرم رنگ خود خماتات میکنه آخری اینا رو به یک بلای بینازه گلک ماما بدیده همی گوشی ما چون نورالله بجنده چی بداده به دستی گفتم چون برو پیش قیم مواد بست و الوغیرم پولا را نق بیار بده به دستمه همه کارا به نظر تو کار خوبیه که ای میکنه خب برو جو یک عکس گیلک ماما تا رو گوشی برو تو نورالله عکس گیلک به تاجی گوشی بگرفته گفته برفی بگو این گوشی منه و تو بگو بفیش آها من برو خود نورالله به تعمیر را گذر میبینم سلام نمیکنم بود با برفته ماما تو خودی سر کار گرفته و گفته به گوشی برو ماما بفرش یا مواد بیار چلی برفی کنه سکو ما به تو چی میگم همی گیلک کس آدم سادیه همی یک دم پای به قرقه و تعمیره همی دیگه مار به بلا میندازه نکو جلو همی برا خونی چه جلو از یک وقتی ما میگرفتیم که نشو بابا ببوریم به کمپ جایی بدیم که ترک کنه یک دفعه که بردیم تک دادیم مادر ما گریه که پیار ما گریه که بسته خانواده ما همشیرا ما گریه کرد به پیش پای افتاد گفت نکو جوانی خریف نکو برف هیچ کدوم نکرد برف اون خط رفت حالا که برف نگامی تا بره که چی به اون که جی بگیره گوشی بگی بیزار باش ما اصلا برا خودم اشتاسون آی گوشی برا تو نورالله داره شد دیر از جامعه بجونده باشه با خاکی بجونده باشه من چی کار دارم تو بده به دستیم که برار من نیه واسه ما برو خوب به تعمل زمین به یا به جامعه گیر نکنم هفت پستی رو میکنم با میگم این هفت پستی بگه که رنج گل شه یعنی ماما بیچاره منن خودت بدبخت خواه بدبخت میکنه دیگه ماما بیچاره تا خودی رو بگرده سلام علیک کنه چی میفهم آدم سادی خود تو برو جلو ماما خود بگی جلو ماما خوشته بگیرم نورالله برا دوشیاریه که دوشیاری که بده زندگی خود خراب کرد دیگه ما برای از دیگه نمیری زندگی دیگه جوانا رو بزنه خراب کنم رنگ خود کنه معتاد کنه خانواده پریشان کرد خودی هم بره به خط رفت عجب شرایطی چی داری جلو برا قرآن دلیسته نمیکنه برا گیپک بیاد توی باشه اینجا شتینی خوبی سلامتی جانجوره شکر چکار میکنی؟ همینجا شیشتای هم یک جای تو رای کنم میری کجا؟ برو پیش مشاغل اگه پینجی ریپه 100 ریپه داری خوب با بیا با تو 30 ریپه میدم پینجی ریپه 100 ریپه انا برو اما مشاغل کم دونگی بگیره انا به خاطری که به نورالله مایم انا گوشی داشتم ما چون چکار شدی بستندم انا بستو بیار خاطر که نشه دونگی چیه؟ چی؟ دونگی چیه؟ همینایی که نشه نمیشم نشه؟
بیشتر نشه میشم. نشه نمیفهمی؟ نه من نمیفهم. تریاک، شیشه. پیار خبر شد تو که میکشه تو کارو میکنی. چرا پیار تو خبر شد من بکشه؟ خب تو پایی به من یاد میدی. نه ما به تو یاد نمیدم. میگم اگه پول داری سیری به تو فایده میدم. خاطر گوشی نیلولار انال من ببینم با میزنه. گوشی نیلولار کجیر از ما بستونده. بفهمیدی؟ انا چیزه بستو با میان سیری به فایده میدم تو. این کاش که با پام کلونه. اگه پیار خبر شد میرم برات دونگی اینا. من میزنه. تو ببینه میزنه. اوه راد از این معتاده اینا که تو اشته میری براده. تو معتاده؟ نه نیه. اما تو خودی شریکی. شریک نیم نه. ای پیران از تو نه؟ نه از کجا یردی؟ همه جگاه پرتو بیده. میخری پیرانه نمیخری؟ نه آله که من راد از این کارو نمیگیرم. تو سیکو اگه میخری یعنی پیران نیوی گردن ما بند باشانه تو امغت تو بیا تقریبا 2 متر از تو کلانتره. این چگاه کنی؟ خود میوه بخر. این قایدر برتونه. قایدر بر من خود تو بخر من بیافتم بخر میخری؟ به برخو کنی ترکو. این چینیه گیلا. خیلی اقال میشن کیساتو خیلی تره. هیچی پول نداری؟ هیچی نداری. نه خب برو نانه خوب استو بگو گیلک مایه. من پیرانمان چه کار کن. من بچی کار ندارم. چرا؟ با من شریک نکنه. به چی شریک نکنم؟ به می دونگی من از تو میشنم. اگه پیار میگی لخباش تو که میکشه. چرا؟ پیار تو مرد بیایه و جان سری مرتکم محتاله نشهه و مرد که نشهه تو عجیب تره میتماره میشه. من نشگیم؟ نانی شریک کلاسه. کی شریک منه؟ امون چی؟ نلیلا چی دیگه خدا فی بیشتر اختا خیشتکی داری؟ السلام علیکم بابا. علیکم کجا بدی؟ ایچی گیلک مثلا که گفتم بیا گفتم ولی میگه تو بیا برو دونگی بیاره. گفتم دونگی چه میگه شیشه و مچو تریاک اینا. دونگی بیار؟ البته گیلک معتاد شده. گیلک نه همون نیرولا معتاد شده. گیلک برو واجی میگه تو برو اموده خوب پول بستم برو دونگی بخر با سیری به تو فایده میدو. همون بفهمونه. گیلک به تو میتگاه بگفته که برو دونگی بستو. اشتباه کرده گیلک. اصلا نورالله اشتباه کرده که به گیلک گفته او بچه ساده نافهمه. با او چرا به تو بچه نادونی گفت پر بگه. ما چون یارا تیر میشدم گفتم بیا گیپا گفتم امیته به من بگفت. ما گفتم من نیومیته. برای او بگفتم اگه پیار خواهش پوست تو میکنه. کجا شیشته بودک؟ در و در چه نورالله 2 سال 3 سال معتاده. باز ما تو گیلک رو معتاد کنه. کجا بود گیلک؟ برای بخچه لوبیده. تو صبر بکن. عالمه میرم به پیشیو. من خودی از گپ میزنم. دیگه به 4 طرف گیلک و نورالله تو رو نبینم. ای میرفتم به سرا. اصلا اگه میبینی گیلک به اینجا استاده تو راه خوره واسه کادگی کوچی برو. تو باش عالمه خوب یک درسی ور میدم. نورالله هم با میرم با درس نورالله هم میدم. که چرا به جون نافهم گفته تو برو دونگی بستو. بستکا صبر کن. بستکا قال بچه با صبح به کجا میجی؟ دگه صبح به کجا میجی؟ یعنی دیگه هیچی بگیر من نمیایی؟ بچه ما بلد دونگی رو میکنی خودتو کار دارم. تو صبر بکن ایت درس به تو بودم که تا زمان زنده بشی بیاد تو باشه.